سرخط خبرها. واکنش به تمدید ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه امارت اسلامی. ذبیح الله مجاهد این اقدام شورای امنیت را تجربه ناکام و نامعقول خواند. تمدید تحریم ها رای ناکام است که بارها تجربه میشه و معقول نیست. تاکید پاکستان بر حل تنش‌ها با افغانستان از مسیر گفتگو. وزارت خارجه پاکستان گفت که نه در دیپلماسی را می‌بندد و نه دروازه جنگ را می‌گشاید. ما درهای دیپلماسی را نخواهیم بست، همانطور که نمی‌خواهیم درهای جنگ بین دو کشور را باز کنیم. پشتیبانی امارت اسلامی از رسانه‌ها در روز جهانی رادیو. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید رسانه‌ها در پرتو ارزش‌های اسلامی نشرات کنند. و شکست تلاش امریکا برای تسلیم شدن مردم ایران. رهبر ایران میگوید که تجلیل گسترده مردم از روز استقلال دشمنان تهران را ناامید کرد. سلام، وقت شما بخیر. با مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 24 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 13 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبرها. امارت اسلامی به تمدید ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه امارت اسلامی واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این رویکرد را راه ناکام و تجربه شده دانست و از کشورهای غربی خواست که در سیاست خود در قبال افغانستان تجدید نظر کنند. گزارش از نستر نمیری. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به تمدید ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه امارت اسلامی گفت که این رویکرد ناکام بارها تجربه شده و تکرار آن معقول نیست. او تاکید کرد که افغانستان در مسیر پیشرفت و تعامل با کشورهای مختلف قرار دارد و به جای تحریم باید کشورهای غربی در سیاست‌هایشان بازنگری کنند. آقای مجاهد همچنین با استقبال از موقف چین و روسیه در نشست شورای امنیت افزود که واقعیت‌های موجود و پیشرفت‌های عینی افغانستان با تحریم‌هایی که در فضای پرتنش وضع شده و تاکنون ادامه یافته سازگار نیست. تمدید تحریم ها رای ناکام است که بارها تجربه میشه و معقول نیست که تجربه های ناکام و بی ثمر باز تکرار شود. و دومی که موقف کشور چین و روسیه قابل ستایش است و واقعیت هم است. پیشرفت های عینی در افغانستان، واقعیت ها و همچنان حقیقت هایی که ما داریم سازگار با او تحریم ها نیست که در یک زمان پرتنش وضع شده و تا حال ادامه داره. شورای امنیت سازمان ملل شام روز گذشته ماموریت نظارت بر تحریم ها علیه امارت اسلامی را با توافق 15 آرای عضو خود برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این نشست مافیت سفر برخی مقامات امارت اسلامی تمدید نشد، اما نماینده چین در شورای امنیت خواستار بازنگری تحریم های 1988، آزادی دارایی های افغانستان و احیای مافیت سفر مقام های امارت اسلامی برای تسهیل تعاملات بین المللی شد. نماینده روسیه نیز تاکید کرد که ثبات افغانستان بر منطقه تاثیرگذار است و پرداختن به موضوعات خارج از ماموریت تحریم ها می تواند اجرای وظایف تیم نظارتی را تضعیف کند. ما از شورای امنیت می خواهیم بازنگری نظاممند و آینده‌نگر در رژیم تحریم‌های 1988 انجام دهد تا با شرایط در حال تحول بهتر هماهنگ شود. به عنوان گام نخست معافیت دائمی از ممنوعیت سفر برای مقامات مرتبط حکومت افغانستان باید هرچه زودتر دوباره برقرار شود تا تعاملات و ارتباطات بین المللی آن تسهیل گردد. ما از اینکه قطعنامه مفاد مربوط به فعالیت‌های تروریستی داعش و دیگر گروه‌ها و شاخه‌های وابسته را حفظ کرده و بر ضرورت تقویت تلاش‌ها برای مقابله با این تهدید تاکید کرده است. خرسندیم. ما همواره بر این باور بودیم که ثبات در افغانستان وضعیت منطقه و فراتر از آن را شکل خواهد داد. معاون نماینده آمریکا نیز در این نشست گفت که ارزیابی‌های تیم نظارتی درباره مبارزه حکومت افغانستان با هراس افغانی و وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ما ارزیابی‌های تیم نظارتی را بسیار ارزشمند می‌دانیم، به ویژه در زمینه تلاش‌های مقام‌های کنونی افغانستان در مبارزه با تروریسم و کارنامه حقوق بشری آنها، به خصوص در مورد زنان و دختران، زیرا این عوامل به طور مستقیم بر امنیت و ثبات در سراسر افغانستان و منطقه گسترده تحت تاثیر می‌گذارند.
در همین حال شمار از آگاهان روابط بین الملل معتقدند که تمدید چنین سیاست‌های مانع جدی در برابر تعامل سازنده و مثبت میان افغانستان و جامعه جهانی خواهد شد و تاکید دارند که شورای امنیت و سازمان ملل باید در سیاست‌های خود درباره افغانستان بازنگری کنند. که در جامعه بین‌المللی هنوز تشویش وجود داره، تشویشی که هم بجا است و تشویشی که هم باید پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته مد نظر بگیره. کمیته تحریم‌های افغانستان 1988 یک نهاد فرعی شورای امنیت است که برای نظارت بر این تحریم‌ها ایجاد شده است. وظایف آن شامل تعیین افراد و نهادهای واجد معیارهای فهرست‌گذاری، تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های معافیت از اقدام‌های تحریمی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. چند روز پس از اظهارات وزیر دفاع پاکستان درباره احتمال حمله پیش از ماه رمضان به افغانستان، وزارت خارجه این کشور میگوید که اسلام آباد خواهان جنگ با افغانستان نیست. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که کشورش نه در دیپلماسی را با افغانستان میبندد و نه دروازه جنگ را میگشاید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که کانال‌های دیپلماسی با افغانستان همچنان باز است. او تاکید کرده که اسلام آباد نه در دیپلماسی با افغانستان را می‌بندد و نه در جنگ میان دو کشور را می‌گشاید. طاهر حسین اندرابی در یک نشست خبری همچنین گفته است که چالش‌های افغانستان در چند دهه گذشته بر هدف پاکستان برای اتصال منطقه‌ای سایه انداخته است. او افزوده که اگر اتصال منطقه‌ای بهبود یابد، منطقه شکوفا خواهد شد و شکوفایی افغانستان مستقیما با اقداماتی که دولت افغانستان علیه هراس افغانی باید انجام دهد مرتبط است. دیپلماسی ادامه دارد. دیپلماسی حتی در زمان جنگ ها نیز ادامه دارد. دیپلماسی حتی در زمان درگیری های محدود نیز ادامه دارد. بنابراین ما درهای دیپلماسی را نخواهیم بست، همانطور که نمیخواهیم درهای جنگ بین دو کشور را باز کنیم. ما برای برادران و خواهران افغان خود صلح و رفاه آرزو میکنیم، اما نمیخواهیم از خاک آنها علیه پاکستان استفاده شود. در همین پیوند شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که پاکستان در موضع‌گیری‌های خود صادقانه عمل نمی‌کند و همواره از سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. آنان همچنین تاکید می‌کنند که در صورت تداوم سیاست‌های تنش‌زای پاکستان، اسلام آباد بیشترین آسیب را از نظر اتصال منطقه‌ای خواهد دید، زیرا افغانستان نقطه اصلی این اتصال است. نرمش در سخنان و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نشان میده که پاکستان بسیار علاقمند است تا از طریق بنادر افغانستان به راههای بزرگ ترانزیتی با آسیای میانه برسند که هر دو حالتش ترفندبازی‌های استخباراتی است که پاکستان از این بازی‌های استخباراتی علیه افغانستان به خوبی تجربه داره و میخواد استفاده کنه. په عمل او اصول کې پاکستان د افغانستان سره د دښمن هیواد په شکل چلن کوي، نه د دوست او ورور هیواد په شکل. او همدارنګه پاکستان د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ترقی او پرمختګ په وړاندې یوازینی خنډ دی چې د دې هیوادونو د ترقی او پرمختګ مخه یې نیولې ده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که چند روز پیش وزیر دفاع این کشور گفته بود که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان حمله کنند. یک روز پس از این سخنان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی اعلام کرد که افغانستان نمیخواهد به هیچ کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد. امروز 13 فبروری برابر با روز جهانی رادیو است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین مناسبت از نقش عمیق و ماندگار رادیو در زندگی مردم کشور ستایش کرد و بر ادامه پشتیبانی از کار رسانه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی تاکید کرد. باز هم گزارش از نستر نمیری. امروز 13 فبروری برابر با روز جهانی رادیو است. رسانه‌ای که برای دهه‌ها صدای آشنا و همراه زندگی مردم افغانستان بوده است. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به همین مناسبت از نقش عمیق و ماندگار رادیو در زندگی مردم کشور قدردانی کرده است. جورجت گانیون، سرپرست یوناما، میگوید که رادیو بیش از یک قرن منبع قابل اعتماد آگاهی، آموزش و ارتباط برای مردم افغانستان بوده و در سراسر ولایات
میان زبانها و نسل‌های مختلف حضور پررنگ داشته است. به گفته او امروز نیز رادیو برای میلیون‌ها افغان به ویژه در مناطق روستایی و دور افتاده اصلی ترین منبع دسترسی به اطلاعات به شمار می رود. سرپرست یونما با اشاره به شعار امسال روز جهانی رادیو و هوش مصنوعی افزوده است که هرچند تکنولوژی شیوه‌های تولید و انتشار اطلاعات را تغییر داده، اما اعتماد همچنان بر صدای انسان‌ها استوار است. صدای خبرنگاران، گویندگان و کارکنان رسانه‌ای که با احساس مسئولیت و به گونه مسلکی کار می‌کنند. او همچنین از کارکنان رادیوی افغانستان که با وجود چالش‌ها به کار خود ادامه می‌دهند قدردانی کرده و بر همبستگی سازمان ملل با آنها تاکید کرده است. شعار امسال روز جهانی رادیو و هوش مصنوعی است. این موضوع تاکید می‌ورزد که هرچند تکنولوژی شیوه‌های تولید و انتشار اطلاعات را دگرگون ساخته است، اما اعتماد هنوز هم بر صدای انسان‌ها استوار است. صداهای خبرنگاران، گویندگان و کارمندان رسانه‌ای که با احساس مسئولیت و به گونه مسلکی در خدمت مردم خود هستند. همزمان خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت روز جهانی رادیو میگوید که رادیوها با برنامه‌های متنوع نقش فعال در اطلاع رسانی داشته و پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بیش از 40 رادیو مجوز فعالیت گرفتند. او همچنین تاکید کرد که همه رسانه‌ها باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و مطابق پالیسی‌های نشراتی وزارت فعالیت کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمام رسانه‌ها تاکید میکنه که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان، پالیسی‌های نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت‌های مؤثر، مثمر و همه‌جانبه داشته باشند. در همین حال اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان با مناسبت روز جهانی رادیو نسبت به آینده دوام و بقای رادیوها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه میگوید که رادیو همچنان در بسیاری از مناطق به ویژه ساحات دوردست در دسترس‌ترین و مؤثرترین وسیله دسترسی مردم به اطلاعات است. حجت الله مجددی رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است که در حال حاضر 394 رادیوی فعال در کشور فعالیت دارند و مجموع کارمندان این رسانه‌ها به 2956 تن میرسد. در حال حاضر 394 رادیو با 2956 کارمند که متاسفانه بیشتر از 60% از اینا خصوصا در رسانه‌های محلی بدون معاش و رضاکار میباشه فعالیت داره. گفتنی است که برای نخستین بار در سال 1304 خورشیدی دستگاه‌های فرستنده رادیویی در زمان امان الله خان وارد کابل شد و ایستگاه رادیوی کابل آغاز به کار کرد. پخش رادیوی کابل پس از یک دوره توقف در سال 1320 دوباره فعال شد. و در خارج از کشور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر هشدار داد که اگر ایران با واشنگتن به توافق نرسد برای تهران بسیار دردناک خواهد بود و ابراز امیدواری کرده که دو کشور باید به توافق برسند و معتقد است در یک ماه آینده رسیدن به توافق حتمی است. رهبر ایران تاکید کرد دشمنانی که به دنبال تسلیم ملت ایران بودند با مشاهده حضور گسترده مردم در مراسم روز استقلال ناامید شدند. پس از برگزاری دور نخست مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده در مسقط پایتخت عمان، بار دیگر پرونده پیچیده هسته‌ای به صدر تحولات منطقه بازگشت و نگاه‌ها به کاهش تنش‌ها میان دو طرف دوخته شده است. هرچند نشانه‌هایی از تمایل دو طرف برای کاهش تنش دیده می شود، اما هنوز دستاورد مشخص و ملموسی از این رایزنی‌ها اعلام نشده است. با این حال نفس برگزاری مذاکرات و تداوم کانال‌های دیپلماتیک از نگاه آگاهان گام مثبت تلقی می شود، گامی که به گفته آنان می تواند در صورت تداوم مسیر را برای تفاهم‌های تدریجی و کاهش فشارهای متقابل هموار کند. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در هفته‌های گذشته بارها به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران اشاره کرده اعلام کرد که ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و ابراز امیدواری کرد که این توافق ممکن است طی ماه آینده حاصل شود. اگر توافق نشود من وارد فاز دوم می شوم. ما باید به توافق برسیم وگرنه اوضاع بسیار پرتنش و بسیار دشوار خواهد شد. همزمان با سخنان ترامپ درباره ادامه مذاکرات با ایران برای دستیابی به توافق، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اگرچه نسبت به امکان دستیابی به چنین توافق ابراز تردید کرد، با این حال پیش از ترک واشنگتن در بیانیه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا بتواند زمینه را برای دستیابی به توافق با ایران فراهم کند.
لا حول ولا قوة الا بالله. در حالی که دونالد ترامپ نسبت به پیامدهای عدم دستیابی به توافق هشدار داده و از گزینه‌های پیشرو سخن گفته است، رهبر ایران تاکید کرده دشمنانی که به دنبال تسلیم ملت ایران بودند با مشاهده حضور گسترده مردم در مراسم روز استقلال ناامید شدند. دشمنانی که در اظهارات خود، در برنامه‌ریزی‌های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این کار بزرگ رو دیروز به توفیق الهی انجام دادید. این در حالی است که پیشتر مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که وزارت جنگ ایالات متحده به یک گروه رزمی دوم ناو هواپیمابر دستور آماده باش برای اعزام به خاور میانه داده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.